همه شما. امروز اومدم براتون 206 رو بررسی کنم و این بررسی اولین ویدیو بررسی منه و خیلی خوشحالم. امیدوارم از این ویدیو و از این بررسی خوشتون بیاد. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید تا ویدیوهای بعدی هم من براتون بسازم. خیلی ممنون. بریم ببینیم 206 چجور ماشینیه. طبق همیشگی میریم برای بررسی طراحی اول. خب این ماشین طراحیش قدیمیه، مال 25 سال پیش، خیلی وقت پیشه، ولی همچنان خوب مونده تو بازار ایران. تو بازار ایران دارم میگم و نه تو خارج. تو خارج کلی هاچبک جذاب و زیبا الان اومده که این ماشین اصلا در برابر اونا هیچی محسوب نمیشه، ولی تو ایران طراحی خوبی داره، هنوزم موندگار مونده و مال 25 سال پیشه. بازم دارم میگم و نباید زیاد به طراحیش گیر بدیم. این ماشین سال 1380 وارد ایران شد و با تیپ 1 اومد که فرمون 2 شاخه‌ای داشت و فکر کنم تک ایربگ بود و بعد 1 سال بعدش تیپ 2ش اومد که حالا اون ایربگی فکر کنم اضافه شد. نه تیپ 2 هم فکر کنم ایربگ نداشت، درسته، و از سال 90 بهش ایربگ اضافه شد و تیپ 2 حالا نمیدونم واقعا، فقط فکر کنم فرمونش تغییر کردن و سال 84 اصل کار بود که 206 با موتور تیو 5 با کد تیپ 5 وارد بازار شد و حسابی ترکوند. اون سال حسابی بهش استقبال عجیب غریبی شد و همه دنبال تیپ 5 بودن که بخرن و قیمتش هم زیاد بالا نبود همچنان و این ماشین با قیمت کم با ماکسیما و زانتیا میتونست رقابت کنه، ولی خب به پای ماکسیما نمیرسید و اون دوران خب ماکسیما دیگه تای ماشینا بود و اگه قسمت بشه ماکسیما هم به زودی بررسی میکنه. طراحی ماشین رو برام یه توضیحاتی بدم بهتون، تاریخش رو بهتون گفتم. این ماشین یه طراحی گردمانندی داره. تو طراحیش که دقت کنید فرم اتاقش کلا از پشت، دقت کنید از پشت این تیکه که علامت میدم اینجا یه فرم تخم مرغ شکلی داره و گرده. همین علت طراحی خوبی داره. چراغاشو دقت کنید گرد ماننده، درب باک همینطور، دستگیره های در نیم دایره است و حتی پایینش هم ادامه دادن، دقت کنید، و گرد. آینه هاش کلن ستش کردن، اینا راهنماها کلن سعی کردن که گرد باشه ماشین. این شکناش هم نگاه کنید و اینا رو میبینید، حتی داخل کابینش هم از این خبرها هست. و یه طراحی در عقبش خودتون داره میبینید چقدر کوچولوه و فضای عقبش خیلی کوچولوه. حالا بررسی میکنیم، شما اندازه در رو ببینید، اصلا خیلی کوچولوه، نباید روش حساب کنید، فقط برای بچه ها خوب. و این هم از طراحی عقب ماشین. طراحی خوبی داره با توجه به 25 سال پیش و بازار ما. من به این طراحی نمره خوبی میدم و نمره قابل قبولی رو از ما میگیره. این گیرگیرش هم زدن متاسفانه. بریم سراغ فضای صندوق عقب این ماشین. به نظر من صندوق عقب 206 هاچبک از SD 80% مزیت داره. میگید چرا؟ به چه علت؟ این صندلی‌ها رو بخوابونید یه فضای خیلی خوبی بهتون میده، اندازه یه اتاق کوچولو، و میتونید مثلا یه چیز کارتون مانندی رو جابجا کنید، ولی تو SD همچین خبری نیست. و SD اینش خوبه که مثلا 2 تا بچه خردسال عقب باشه، بخواید برید مسافرت و به فضای عقب بیشتری نیاز داره. و اما برگ برنده اصلی این ماشین موتور تیو 5ش که به این اتاقش میاد. آقا این موتور به بدنه پارس نمیاد. شاید تو دور موتورهای بالا اون توان خودش رو نشون بده، ولی تو این ماشین خوب جواب داده. با توجه به این که این ماشین ایرانیزه شده ولی همچنان تیو 5 روی این ماشین خیلی خوب راه میره
و حالا در ادامه برای تست درایوش هم بهتون میگم و تستش میکنیم، به ماشین فشار میاریم و از الان هم بهتون میگم با توجه به این که این ماشین ایرانیزه شده ولی همچنان شتاب خیلی خوب و قابل توجهی داره. 100% افت کرده و قطعات ضعیفتر شدن، ولی با همین قطعات به درد نخور بازم خوب راه میره. و یه موتور 1600 سی سی با 105 اسب بخار، مدل فرانسوی 110 اسب بخار بود و 142.3 نیوتن متر گشت آور و توی تیو 5 پلاس که روی تارا هست و رانا پلاس و فکر کنم رو 207 بعضیاش گذاشتن شده 113 اسب بخار، ولی گشت آورش همون مونده. حالا خودشون مثلا میگن یکم ارتقا دادیم ولی حالا در اون حد نیست. خلاصه این موتور هم داره نمیبینین، موتور تیپ 5 هستش، تیو 5 و این ماشین گاز برقیه که میگن حالا بده ولی زیاد تفاوتی با سیمی نداره. بریم سراغ داخل ماشین ببینیم فضای داخل ماشین به چه صورت. کابینش. خب این ماشین مطمئنم همتون با این کیفیت تا برخورد داشتید و میدونید چقدر در و داغونه. حالا من اینجا تستش هم میکنم و به این پلاستیک های خشک و افتضاح دست میزنم و شما خودتون گوش بدید. این بالا کیفیت افتضاحه، یعنی بدترین پلاستیک رو گذاشتن. عین پراید میمونه بچه‌ها، عین پراید میمونه. و البته اینم بگم تو 206 های فرانسوی مدل 90 به پایین که بودن اونا هم خشکن ولی دیگه بازیافتی نیست دیگه حداقل. این چیه آخه؟ و این پایینم که مثلا اومدن پارچه کار کنن، اومدن پارچه رو خشک کردن، یه پله از اینجا بالاتره، مگه نه اینم آشغاله. خب کیفیت این دستگیرم بهتون بگم، حالا خدایی اینش خوبه، خوب مونده، اینو از کیفیتش کمتر زدن، 100% اینم کیفیتشو کم کردن، ولی خب باز این به نسبت محکمه، از پژو پارس خیلی بهتره. شما به دستگیرهای در پژو پارس دست بزنید اصلا شله حس میکنی میخواد در بیاد بشکنه و البته تیزم است، این اصلا تیز نیست خدا رو شکر، پایینش هم تیز نیست و این کیفیتش عین همینه، پلاستیک جفتشون از یه جنسه و این دوتا حالا خوبه، این کیفیت صوتیشون هم افتضاح. اینجا یه جا دارن، حالا میتونید دستمال کاغذی یا یه لیوان بذارید و بریم سراغ فضای داخلی. خب من در رو ببندم. خب از آپشن‌های این ماشین بخوام بهتون بگم، یه آپشن جذاب داره که همین الانش هم جذابه با اینکه طراحش قدیمیه. همین این پایین می‌بینید این بیلبیلک و میتونید باهاش بزنید آهنگ بعدی، این قبلی، صدا رو از این پشت کم و زیاد کنید و مثلا از کدای 1 و 2 3 با این تنظیم میشه و میتونید تنظیم کنید. این آپشنش خیلی باحاله و همه هم باهاش کیف میکنن، اینو مطمئنم. از آپشن‌های دیگه بخوام بهتون بگم، آینه‌هاش برقیه، تیپ 5 برقیه، تیپ 2 بعد دستی تنظیم کنید و این ماشین رو 2 تا تیوتر هم داره که فکر کنم اصلا کار نمی‌کنن و فندکی ماشین که توصیه بهتون میکنم موبایلتون رو با این فندکی‌ها شارژ نکنید که باتری گوشیتون رو نابود میکنه. گیربکس 5 سرعته ماشین که گیربکسش به تیپ 5 میگن که همون گیربکس 405، حالا یکم ضریباش حس میکنم فرق میکنه. و دریچه‌های کولر ماشین کیفیت بالا پایین اومدنش خوبه، لق نیست ولی این کیفیت این پنل ناخونیش پایینه و احتمال داره مثلا یه 3-4 سال دیگه اینا کاملا از بین برن. و دیگه قفل ایربگ داره و برای سرنشین، تنظیم چراغا داره تا 3 مرحله، ما میذاریم روی 1 و این دکمه هم که بزنید
شیشه‌های عقب برقشون از کار میفته. و البته اینم بگم شیشه‌های عقب برقی هستن ولی توی تیپ 2 دستیه. و یه چیز عجیب غریب بهتون بگم و حالا من این کامپیوترشو بیارم، آفتابم زده ولی خب معلومه. دقت کنید ماشین تیپ 5 و باید توی کامپیوتر سفریش مصرف سوخت و اینا رو بهتون بگه. و خیلی جالبه اومدن کامپیوتر سفری رانایی براش گذاشتن. من چی بگم دیگه، این ماشین مدل 99 و تیپ 5 بعد روش باشه، حتی دکمش هم هست که مداش عوض میشه. ولی دیگه ایران خودروه دیگه. راستی این ماشین از سال 97 به بعد ترمزای دیسکی عقب و سنسور دنده عقب ازش حذف شد و از جای سنسور هست روی این کامپیوتر سفریش. دقت کنید من بزنم دنده عقب، این عقب آلارمش میاد ولی سنسوری در کار نیست. الان بوقم زد فکر کنم فهمیدید. ولی خب دیگه کارهای عجیب غریب ایران خودروه دیگه، همه باش برخورد داشتن. ما فضای سمت سرنشینم بررسی میکنیم و این بررسی جدیده و ما برای اولین بار داریم انجامش میدیم. خب من در ماشین رو ببندم. فضای پای من با 181 سانت قدی که دارم، من راحتم سمت سرنشین، سمت رانندم خیلی راحت بودم و پای سمت راستم به این بخش داشبورد گیر نمی‌کرد و همچنین برای داشبوردم همینطوریه و این پام راحته و به اینجا نمیگیره. خب بخوام در مورد حس داشبورد 206 بگم که خیلی هم عاشقشن خیلیا و داشبوردش واقعا حس خوبی میده. هنوزم طراحی خوبی داره، مدرنه و از مد نیفتاده و من این داشبورد حتی از داشبورد 207 هم بیشتر دوست دارم. نمیدونم چرا، واقعا خیلی زیباست. از لحاظ زیبایی دارم میگم 100 از 100. ماشین 25 سال پیش طراحی شده، یه داشبورد کشیده و زیبا. حالا در مورد کیفیتش من صحبت نمی کنم، دارم در مورد زیبایی صحبت میکنم و همه چیز این ماشین به هم میاد. واقعا این جای خالی که گذاشتم برای شما، این داشبوردش که حالا وسیله توش هست، یه فضای خیلی زیادی رو بهتون میده و واقعا هر کی بگه که داشبورد 206 واقعا بی خود و زشته 100% داره دروغ میگه. داشبورد این ماشین از تمام داشبوردهای ماشینای ایرانی به نظر من خفن‌تر و زیباتر و بهتر مونده. حتی از طراحی داشبورد ماشینی مثل تارا که جدیدتر هم هست و حتی شاهین، به نظر من این طراحیش خیلی حس بهتری میده، با این حالی که اونا 2-3 سال پیش طراحی شدن. این ماشین 25 سال پیش طراحی شده و واقعا احسنت به طراحان داشبورد این ماشین. حالا فضای بیرونیش قطعاً از طراحی داخلیش خیلی ضعیف داره و طراحی داخلیش واقعا بیست. فضای سرنشینای عقبم براتون بررسی کنم. البته خب این ماشین بررسی کردن برای ردیف عقب زیاد معنایی نداره، ولی حالا ما میریم سریع تستی میکنیم. کیفیت افتضاح مثل جلو، فقط این دستگیرها رو من قبول دارم. در ماشین رو ببندم و کاملا فضای تنگ مثل زندان. یه خودتون دارید فضای پای منو میبینید، کم مونده بزنه روکش صندلی این ماشین رو بزنه پاره کنه، از بس که پام داره تو صندلی فرو میره. ولی خب پام میره زیر صندلی، از این جهت حالا بد نیست، ولی چه فایده؟ خب زانوم داره اذیت میشه، سرم هم الان داره اذیت میشه. هر چی زودتر دوست دارم از این ماشین پیاده بشم. البته جلو نه، جلو رو دوست دارم. و توی تیپ 2 این وسطیه نیست. واقعا نمیدونم چرا ایران خودرو به این چیزا خیلی اهمیت میده. و اینم فضایی که از عقب داشبوردش میده و عاشق این داشبوردم. هم باید دوستش داشته باشن و حس خوبی میده. فضای سرم حس میکنم یکم بده، مگر نه در حد پام افتضاح نیست. موام به سقف میگیره، ولی مثلا برای نیم ساعت بخوای عقب این ماشین بشینی بعد پیاده بشی بری میتونی تحملش کنی، میشه. و البته اینم بگم سیستم تعلیق این ماشین خیلی مسخره است و کوبش زیاد داره، ولی برای سرنشینان جلو
اوکی و بد نیست. بریم سراغ تست درایو این ماشین. بریم سراغ تست درایو این ماشین. سری تست درایوش براتون بگیرم. بریم حرکت کنیم با ماشین. دنده یک ترمز دستی خوابوندم. موتور تیو 5 موتور خیلی خوبیه. تو سرعت‌های پایین واقعا کم سر و صداه. این ماشین 70,000 کیلومتر کار کرده و آروم آروم داره کابینش به صدا میفته. برمیگرده به همون کیفیت قطعاتی که کار کردن، که همون قطعاتی که افت کرده، نه همون که ایرانیزه شده. خب سواری پژو 206 یه حس خوبی بهتون میده. حالا حداقل به من که این حسو میده. یه حس سواری هم اسپورت، هم نرم، هم یکم خشک. در کل بخواین حساب کنین سواریش تو جاده‌ای که چاله چوله نداشته باشه، دست انداز نداشته باشه، واقعا سواری نرم و خوبی داره. ولی بیافته تو چاله چوله حسابی ماشین رو تکون میده. پس من نمیتونم بگم سواری پژو 206 همیشه خشکه یا همیشه نرمه. یه چیز متوسطیه. و در حال حاضر که چاله چوله نیست، من سواریش رو قبول دارم و دارم لذت میبرم. در مورد مصرف سوخت این ماشین بخوام بهتون بگم، این ماشین صدی تو شهر دارم میگم، تو شهر صدی 9.5 10 این حدوده. حالا اگه دیگه خیلی کم بهش گاز بدین و پدال گاز فقط خیلی کم لمس بشه، شاید مثلا تا 8.5 هم بیاد. خیلی احتمالش کمه. الانترای زیباییه و تو جاده ولی واقعا مصرف سوخت خیلی خوبی داره. ما تو جاده با سرعت 110 120 بعضا هم 120 میرفتیم، حتی شاید هم بیشتر میرفتیم، یادم نیست. مصرفش تو جاده 106 لیتر بود، 6.5 بود دیگه تهش. و تو جاده واقعا مصرف سوخت خیلی خوبی داره و رازتون میکنه. داریم آروم آروم به تست شتاب این ماشین هم نزدیک میشیم. الان یکم جلوتر براتون تست شتابش هم میگیرم. عاشق داشبورد 206 هم، حتی سرنشینا هم از این داشبورد لذت میبرن. الان یه داشبورد خیلی کشیده داره و تو هیچ ماشین ایرانی اصلا به این شکل نیست. فقط 206 و 207 به این شکل هستن. و شما تو تارا بشینی، تو دنا بشینی. البته رانا هم همینطوریه، ولی رانا یه جوریه واقعیتش. رانا هم موتور گیربکس خیلی خوبی داره، ولی من مشکلم با داخلشه. و دیگه داشتم میگفتم هیچ ماشینی نیست که همچین داشبورد کشیده‌ای داشته باشه و خیلی از فرم داشبورد کشیده این داشبوردها رو میپسندن، دوست دارن. واقعا داشبورد کشیده خیلی حس خوبی میده بهتون. البته برای شاید بعضیان با این فرم داشبوردها حال نکنن، ولی مثلا بهتر از اینه که فرمون بچسبه به شیشه جلو. من همچین ماشین یا سوارشم حس بدی میگیرم. این فرمونش از شیشه جلو خیلی فاصله داره و این طراحی به دل من میشینه و دوست دارم 206 و 207 هم به همین شکله. ولی من طراحی داشبورد 206 رو از 207 هم حتی بیشتر دوست دارم. خب برسیم به تست شتاب. براتونم یه شتاب بیری بکنم. بذاریم پژو پارس بره. خب وایسیم از صفر شروع کنیم. پشت سرمونم ماشینی نیست. یکم اون ماشینا دورترشن، شاید بهشون برسیم. خب بریم که شروع کنیم. 3 2 1. یکم دنده یک رو زود عوض کردم. یکم سربالایی بود و اینم بگم کفی نبود، یکم جاده شیبش سربالایی داره. ماشین کاملا پرنفسه. 100% به مدل فرانسوی نمیرسه، اینو دارم میگم. 100% پای اون نمیرسه، اون خیلی سرحال‌تره.
اگه البته تمیز باشه، چون اونام دیگه 300,000 تا کار شدن، اگه نسخه تمیزش رو پیدا کنید از این ماشین خیلی پرجون‌ترن. ولی در کل خودتونم شتابش رو دیدین، یکم جاده سربالایی بود و ماشینی نیست که کم بیاره، یه جون خیلی خوبی داره، حتی تو دور موتورهای پایین، تو دورای پایین اون حس شتابو دارید از این ماشین. ولی مثلا توی ماشینی مثل پارس LX فقط توی دور موتورهای 4 به بالا این حس شتابو دارید، ولی توی پژو 206 دور موتورهای 2 هم شما گاز بدید ماشین کنده میشه و رو به جلو حرکت میکنه. امیدوارم که از این بررسی خوشتون اومده باشه و البته اینم بهتون بگم این ماشینا امنیت زیادی ندارن متاسفانه و با این ماشینا مراعات کنید. این ماشینا هر سال کلی کشته میدن متاسفانه و اگرم میخواید تقویتی انجام بدید ایمنش هم تقویت کنید. خیلی ممنون. جون آدمیزاد از این بازی ها خیلی مهمتره. بخواید حالا مثلا سرعت برین، خدایی نکرده اتفاقی بیفته، تو این ماشین احتمال زنده ماندن سرعت 100 به بالا شاید حتی 1% هم نباشه در این حد. و اصلا هر ماشینی که سرعت بره امنیت نداره، حتی بنز باشه، BMW باشه، شما با سرعت 200 با هر ماشینی بزنید توی دیوار کاملا ماشین پودر میشه. خلاصه اینم گفتم که حالا شاید بعضی رعایت کنن. امیدوارم از این بررسی خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید و به ما انگیزه بدید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.